خب بریم سراغ بهترین راه برای دسترسی به اپلیکیشن های فیلتر. اول وارد گوگل کروم میشید، روی یکی از اکانتاتون سلکت میکنید، این قسمت همین سه نقطه بالا رو انتخاب میکنید، وارد ستینگ میشید، پایین ترین قسمت اکستنشن رو انتخاب میکنید و اینجا اکستنشن و تمایی که شما روی گوگل کرومتون دارید رو میتونید فعال کنید و کنترل کنید. اما این اکانت تازه ساخته و هیچ اکستنشنی نداره. روی کروم وب استور کلیک میکنید و اینجا اپلیکیشن ها، اکستنشن ها و تمای مختلفی میتونید روی گوگل کرومتون اد کنید رو نشون میده. اما ما دنبال رفع فیلتریم، پس این قسمت وی پی ان رو سرچ میکنیم. اینجا وی پی ان مختلفی برای ما میاره که میتونیم روی کروم رانشون کنیم، اما وی پی ان مد نظر ما این وی پی ان فری وی پی ان فور کروم، وی پی ان پروکسی وی پی ان با این تکست نوشته است که اد کروم رو میزنید، اد اکستنشن سب میکنه چکینگ انجام بشه. اینجا پیام میاد، بله پیوندی، اوکی. خب حالا روی این علامت پازل یا همون اکستنشن میزنید. اینجا میتونید اکانتش رو تهیه کنید که اکانتش هم ماهانه $2.5 تا $3 که اونقدر هزینه بالایی نیست، اما همون فریش رو پیش میدیم چون اوکی. 5 تا هم سرور مختلف داره. این قسمت اکستنشن های شما رو نشون میده که ما این وی پی که دانلود کردیم رو پین میکنیم تا استفاده ازش راحت تر باشه. حالا با هم وی پی کلیک میکنیم، باز میشه، continue start continue with free و این قسمت رو میزنید، یه بار رد کنید دیگه لازم نیست لاگین کنید. حالا یه دونه کلیک میکنید، در عرض 3-4 ثانیه صبر میکنید، وی پی شما متصل میشه روی 5 تا کشور رندوم که الان وی پی متصل و توی یوتیوب، وب یوتیوب، وب تلگرام و خیلی از وبای دیگه مثل وب واتساپ و اینا میتونید استفاده کنید.